ساکنان و صاحبکاران دهه راه نوی جماعت دهات استقلال ناحیه شهر نو در ادامه کارهای آبادانی و سازندگی به افتخار جشن 35 سالگی استقلال دولتی از نوسازی و اسفالتپوش نمودن راههای داخل کوچه ها را پیش گرفتند. این اقدام را باشندگان دهات در همبستگی با مقامات محلی عملی نموده تعمیر راهها را توسط جلب تکنیک‌های صحوی انجام داده ایستادند. اینک 1 کیلومتر مسیر کوچه ها با اسفالت گرم روی پوش گردیده بهر عملی نمودن این تدبیر سازندگی ساکنان دست جمعانه مهنت میکنند. ماه سپتامبر یا مکتب دوشونه است با استفاده سپوریده من بعد 6 ماه حرکت کردیم که همین 1 کیلومتر کوچه همین منفش کنه. آینده دا با حرکت میکنیم دیگه کوچه ها را همین منفش کرد رفت همین. برای باصفت انجام دادن کارهای تعمیری راه کوچه ها در گذشته جویبارهای اطراف را توسط حشرهای دست جمعانه نوه‌های بتونی ریختند. همزمان سیمچوب‌های کهنه و فرسوده شده با پایه‌های آهن و بتونی عوض گردیده ناقل‌های خط انتقال برق در دهه نو کرده شد. در اساس دستور سپارش‌های پرزیدنت مملکت محترم امیر رحمان باید به جشن 35 سالگی استقلال دولتی جمهوری تاجیکستان در محله راه نو جماعت دهات اصلاحی ناحیه شهر نو با تشبث مقامات محلی حکومت دولتی صاحبکاران محلی اهل جماعتچگی اقدام گرفتیم که راه‌های بین کوچه‌ها را منفعل نمودند برای سزاوار پیشواز گرفتن استقلالیت دولتی جمهوری تاجیکستان سهمگذار باشیم و ما در آینده اقدام گرفتیم که بین کوچه‌های محله‌های حدود جماعت باز هم همین خیل کارهای سازندگی آبادکاری را دوام دهیم. مورد به یادآوری است که قبلا در دهه راه نو یک بینای دوشانه تعلیمی در نزد مؤسسه تحصیلات میانه عمومی رقم 19 که دارای 8 صنفخانه، 3 اتاق کاری و 1 آزمایشگاه فنی می باشد از حساب کمیته پدر و مادران خوانندگان و صاحبکاران و هموطنان برون مرزی ساخته به استفاده داده شد. در برابر این با نظرداشت تامین ساکنان با آب نوشاکی خوش صفت از عمق 160 متر آب برآورده 300 خانواده با آب نوشاکی تامین شده حالا ساکنان از آن با خوش استفاده میبرند. باشندگان دهه عزم دارند که چنین کارهای آبادانی را منبعد نیز وسعت داده بهر زیبا و نظربا و سبز و خرم نمودن سیمای محلی زیستی خود از این هم بیشتر سهم گذاری نمایند. فریدون سبحان، صدرالدین ابراهیم، ناحیه شهر نو، اخبار.